چون نماینده خادمان دین و صحبت‌هایی که میکنم بیشتر از این نگاه است و از این طرف است و از همچون نماینده خادمان دین اظهار تشکر و قدردانی از حکومت مرکزی، از حکومت ولایت میکنم که واقعا امروز همچون اگر از نگاه مذهبی نگاه کنیم، امروز ما در یگان جای دنیا در دولت‌های مسلمان نشین میتوان گفت که یگانه دولتی که پیروان مذهبی اسماعیلی در آن آزادانه تمام رسم و رسوم و آیین‌های خودشان انجام میدن این تاجیکستان ماست. ما باید شکرانه این استقلالت و شکرانه این تیندی و آرامی و این دولت را بدانیم و بفهمیم. تاجیکستان کنستیتوسیا جدید قبول کرده است که چند اصل اساسی را برای محافظت مردم خود تامین می‌کند. زیاده روی نباشد، افراطگرایی نباشد. اصل همه مغز همه حرفا و ایده‌هایی که این رهبر امروز اعلام میکند این است. متاسفانه امروز گاهی پسر من یا برادر من یا خواهر من امروز به زیاده روی راه داده است. در اینجا در مطمئن خیلی کردم که برای چی همه از یک گریبان سربرازه و مقابل این جنایتکاران مبارزه نمیکنند. برای اونی که همه اهل جامعه رو ترس و غم، حس ناامیدی فرا گرفته است. یعنی همین در مدت 28 سال همین خیلی دوام دادن گرفت. همین یعنی جزا ندادن همین فرزندان خودمون برای چی؟ همون فرزندان ما هستند. لیکن برای چی باید به جوابگری کشیده نمیشن؟ این نتیجه همین هست. نتیجه همین است که اگر جنایتکار به جوابگری کشیده نشود باید از همین گوش میگیرد. هر یک مادر بدخشانی، هر یک زن بدخشانی، هر یک بانوی بدخشانی یک تغییر شدند. اونا با ما ابراز دارد که ما دیگر نمیتوانیم همین خیزندگی کردن. همین خیزندگی رو ما نمیتوانیم برای چی جنایتکاران به جوابگری کشیده نمیشوند. یعنی پس از این معلوم میشود که وقتی اون رسیده است که همین جنایتکاران به جوابگری کشیده شوند. ما در همین وطن آباد و زندگی آسوده داریم. همه مادران و خواهران بدخشان نهایت سپاسگزارم که در همین گونه زندگی، در همین گونه مملکت تنج آبادی که سرور دولت جان خود به کف مانده، همین گونه آسایشگی رو به ما عطا کرده. زنان و مادران همین جان خودمان به کف گرفته، ما همین آسایشگی مملکت خودمونه، ملت خودمونه نظام می‌داریم. یعنی وقت می‌آید که همه‌مان همین نیکی پدر و بابایان خودمان باز با همین ملت خودمان ما باز برقرار می‌کنیم. خوشبختانه در سال 2018 12 نفر طالب علمانی که غیر رسمی در خارج کشور تحصیل می‌کردند به وطن برگردانده شدند. مخصوصا بعد دستور و هدایت پیشوای ملت 5 نفر زادگان جماعت دهات یزدگلام من بقریبی 28 ماه سپتامبر به وطن برگردانده شدند. من از نام مردم یزدگلام و پیشوای ملت که بسیار این شخصیت را دوست می‌دارم مردم یزدگلام اظهار تشکر می‌گویم.